اولو تانری نادیلم. بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 126 مهندسی جهل رو با آشنایی با نیت و عمل آشنایی با یک کتاب قدیمی ترکی دست نوشته خطی تمدن فکری و تمدن مکتوب خودمون قدمی رو بتونیم برداریم. خود من در این راه دارم حرکت میکنم، امیدوارم که موفق بشیم و بشوم. اما بریم سراغ کتاب جدیدی که حدود 2 هفته پیش دانلود کردیم اینها رو. اگر یادتون باشه قرق وزیر داستانیش رو در جلسه قبل که نمیدونم چند روز قبل بود تلاش کردیم بخونیم. این کتاب حدود 220 صفحه در 5 جلد مجزا آپلود شده به عنوان جلد اول، جلد دوم، جلد سوم و جلد چهارم و جلد پنجم. حالا اینجا با یک داستان تاریخ جدوییت 1056 در تاریخ 1056 نوشته شده و 242 صفحه هست. اینو باز بکنیم ببینیم که این ظاهراً به نظر میاد که فارسی باشه. اگر فارسی باشه که نمیخونیم، اما اگر ترکی باشه حتما این رو میخونیم. اول برای اینکه مطمئن بشیم و وقتمون رو هدر ندیم یک صفحه اون رو ورق میزنیم و ببینیم که ترک، اینجا ترک نوشته دیگه، این برای ما کافیه. 1301 این وارد این کتابخونه شده. ترک احتمالاً این که باشه، حالا به چه زبانی هست، فرانسه هست یا هر زبان دیگری یا لاتینه نمیدونم، یکی از این زبان هاست. اینجا هم یه تاریخ دوباره 1878 اینجا این تاریخ رو نوشته. 16 یه ماهی هستش و مارچ 1878 یه کتاب. حالا اینجا هم یه امضا داره که اگر دوستانی که بتونن لاتین بخونن میتونن این کتاب رو بخونن. حالا اینجا دوباره یه حالت مقدمه داره و یک اعدادی هم دوباره در اینجا هستش که نمیدونم چی به چی هست. تا اینجا که میبینم کتاب فارسی هستش. بذارید ببینیم از اینجا. جدید حکایت دیباچسی که تریدن ترکی دیلی نقل اولوکتور. حالا این توریت تورات، احتمال این تورات، این ظاهر کتاب به چه شکلی هست. جلد کتاب رو ندیدیم، من که متوجه نشدم جلد کتاب رو. احتمالا در آخر کتاب معمولا اینجا هست. یک جلد چرمی ساده هستش که آسیب دیده، خیلی هم آسیب دیده. صفحات بعد این داخل صفحه است، یعنی جلد رو که میچرخونه خود جلده، باز منتها درون جلد هست که اینجا یک کاغذ رو اینجا چسبوندن و روش این مطلب ترکی رو نوشتن. بعد صفحه اول هست، بعد صفحه دوم هست، صفحه سوم، چهارم دیباچه داستان جدیت. من اگر یادم بیاد وقتی بچه بودیم و از روستا به 8-9 سالگی از روستا به تبریز مهاجرت کردیم، مجبوراً اجباراً به تبریز مهاجرت کردیم. در تبریز ما رو خیلی میترسوندن از جهود سوزوتار گانزیچر. اونم داستانش این بود که جهودها خون بچه ها رو میخورن. این یه چیزی بود که در تبریز خیلی رایج بود، داستانی بود که همه به هم میگفتن و بچه ها از این میترسیدن و این باعث یه ترس عجیبی در من شده بود که برای سالهای طولانی، شاید هنوزم ریشه اون رو در خودم دارم. یعنی به قدری این ترس در وجود ما نهفته بود که وقتی وارد کوچه های تنگ تبریز می شدیم دیگه این جهود ما رو الان میگیره، میخوره خونمون رو میکمکه. خیلی چیز بود، یایگون بود، خیلی همه‌گیر شده بود. حالا ظاهرا یک در مورد جدیت، همون یهودیت
که از توریت یا تورایت به فارسی ترجمه شده است. حالا این صفحه اول رو میبینیم که به فارسیه. حالا برمیگردیم اینجا رو ممکنه بخونیم. اینجا حکایت داستان از صفحه چندم به بعد به ترکی شروع میشه. حالا اینجا نویسنده یادش رفته که البته یه چیزی گفته چخ شکر، اما اینجا اومده به عربی همین حمدشو گفته که بگه آقا من مسلمون دو آتشه هستم که زبان عربی رو هم میدونم. البته دوباره بیت رو که اینجا گفته اند، اینجا گفته اند بیت: برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتری است معرف کردگار. این از آرایش علوم عالی آن است که هزاران هزار فرشته که در. خب اینجا دوباره یک صفحه به فارسی، یک صفحه به ترکی احتمالا. بله دوباره ببینیم. بله دقیقا اینجوری. این کتاب یک صفحه، البته اینجا دیگه نیست، به ترکی. خطا خیلی فرق داره. این خطی که به فارسی به این شکل نوشته شده و خط ترکی به این شکل. یعنی با نگاهی به نوع خط و قلم میشه فهمید که دو قلم متفاوت در دو مقطع متفاوت یا دو قلم در احتمالا ترجمه یک مطلب رو دو بار نوشتن، ولی دو فرد متفاوت نوشتن. برای اینکه اینها رو مشخص بکنه، البته اینجا بعضا خب این کتاب 242 صفحه است. حالا من دوباره قسمت‌های ترکی این رو میخونم اگر شد که ببینیم چی هست. من حالا چون این کتاب 242 صفحه هست، میرم از هر 50 صفحه یک صفحه رو نشون میدم که بریم تمامش بکنیم و اینجا این صفحه 51 رو میبینید که ترکی هست. بریم 101 رو احتمالاً باید ببینیم. این 99 رو میبینیم که به ترکی، 100 رو ولش میکنیم و 101 هم دوباره به ترکی هستش. یه مقدار کوچکش بکنیم که صفحه در کتاب در صفحه PDF دیده بشه به طور کامل. بریم 150 صفحه همینطور که میبینید. مثلا این صفحه 130 رو الان 33 رو به ترکی میبینید. ببینید خیلی با خط زیبایی نوشته شده. منظور از خط زیبا خطی است که برای من درک اون و رابطه برقرار کردن با اون و فهم بیان اون، هر چیزی که باشه آسان هست و من رو میتونه با احساس و غلیان بیاره از نظر فکری و از نظر احساسی. بریم صفحه 50 دوباره. اینجا صفحه 49 رو میبینیم که به ترکی هستش و صفحه 50ش 150ش به فارسی هستش. بریم صفحه 200. صفحه 200 رو به فارسی، 199 به ترکی هست و صفحه 150 به فارسی همینطور که میبینید. بریم صفحه آخر کتاب رو ببینیم. این قسمت آخر کتاب، حالا از بالا میام به پایین، نگاه کنید. این پایین که حاشیه دوزی شده، شما این حاشیه دوزی رو میبینید که چطور به یک کنفی بافته شده کتاب، ورقه های کتاب تا برگ های کتاب چیز نشه. این جلد کتاب به خصوص بالای کتاب هست آسیب زیادی ندیده، ولی این گوشه ها دوباره آسیب جدی دیده که خود این کتاب هم از چیز زده، جلد زده بیرون. معمولا جلد بلندتر است در کتاب های قدیمی، جلد خیلی بلندتر است. میگم خیلی، حدود نیم سانتی متر تا 1 سانتی متر جلد از صفحات برگ های کتاب بلندتره، برای اینکه محافظت بکنه این رو از برخورد دست و عرق دست و اینها که از بین نبره. ولی در اینجا میبینیم در اثر مرور زمان این حالت، به خصوص در این چیزی که دیدیم، این کنفی که این پایین دیده شده حدود بیش از 1 سانتی متره دوختن، احتمالا این بعداً دوخته شده، این باعث شده که کتاب بالا بیاد. یعنی این دومین احتمالاً، حالا به ترکی ریستوراسیون میگن، از فرانسه احتمالاً گرفتن این کلمه رو،
این از یه زاویه دیگریه. اون زاویه بالای کتاب بود، یعنی ما اگر کتاب رو پشت به خودمون بگیریم، شیرازش به طرف ما باشه و روش به طرف شما، این بالا هست و این پایینه. حالا این قسمت پایین صفحه رو احتمالاً داریم میبینیم چون بالاشو دیدیم، و اینجا دوباره یه زاویه دیگر رو نشون داد و اینجا پشت، یعنی شیرازه رو نشون میده که چقدر میبینیم که حالا بعضی جاهاش آسیب دیده. اینجا پشت جلد هست و اینجا داخل پشت جلد و اینجا صفحات چند صفحه آخر جلد هست. حالا اینجا من با همین خط، اینجا فارسی، بالا فارسی و پایین ترکی میبینم، با همین خط دومی که در این کتاب دیده میشه. البته اینجا بله دوباره اینجا قلم عوض شده ولی خطا همون هست، یعنی منی که حالا خیلی با خط آشنایی ندارم اینه. برگردیم بریم سراغ مطلب کتاب ببینیم چی هست. حالا اول این فارسی با فارسی شروع کرده، آخرشو با ترکی، با همین خطی که فارسی رو اینجا نوشته، آخرین صفحه کتاب رو هم به ترکی با همین خط نوشته. حالا من اینجا رو البته بد نخواهد بود که اینجا رو هم بزرگش بکنیم و برای دوستانی که الان دارن از طریق یوتیوب میبینن کتاب رو ببینن. دیباچه داستان جدیت که از توریت یا از تورات به فارسی ترجمه شده است. حمد بی حد و ثنای بی عدد پادشاهی را که از عرصه عدم به اقلیم وجود همه کائنات را، اینجا دیگه خیلی کلمات به هم ریخته، کائنات را به قدرت کاملی خود برانگیخت تا بزرگی و دانش خیش را. در فارسی هست از کلمه دانش، دانشماخ به معنی سخن گفتن، که در تعریف انسان در فلسفه قدیم به عنوان انسان ناطق، که یعنی انسان سخنگو، یعنی انسانی که دانشانده به این معنی گرفته. اینجا این کلمه دانش از کلمه دانشماخ به معنی سخن گفتن، برای اینکه سخن گفتن از روی، حالا اونجا گفته تا سخن نگفته باشی عیبت نهفته باشد، دوباره از سعدی یه چیزی هست، yəni ta danışmamısan sənin savadsızlığın, ağılsızlığın bilinməz. Elə ki danışdın, sənin danışığın, sənin danışıq səthi, düşüncə səthi göstərər. اینو میخواد بگه. حالا این کلمه ترکی به نظرم. حالا چرا خداوند دانشماخ کرده که بزرگی و دانش خود را ظاهر و هویدا سازد؟ چرا دانشماخ کرده؟ برای اینکه اولین چیزی که به گفته قرآن الله از زبان که نه، الله اولین چیزی که خلق کرده قبل از خلق دنیا صوت بوده، صدا بوده، گفتار بوده، دانشماخ بوده. و وقتی هم به انسان یه خاص یه چیزی رو که انسان رو که اول طراحی کرد و ساخت و ملائک رو خواست که بیان ببینن و بهش تجربه بکنن، در اونجا هم اولین چیزی که ایجاد کرد دوباره به انسان دانشماخ یاد داد. پس اولین چیزی که خداوند خودش، الله خودش ایجاد کرد قبل از ایجاد جهان و هر کائنات سخن بود، دانش بود، دانشماخ بود. چیزی که حکیمی که چیزی نیست هرچند که هر جو خرد و ضعیف باشد آشکار سازد. حکیمی که چیزی نیست هرچند که خرد و ضعیف باشد که به زبان حال در شکر و سپاس و درود او مشغول نشود. و حالا اون خرد و ضعیف همین آخرش رو اینجوری مشخص کرد که منظورش چی هست. و اونقدر تو این عالم و آنقدر در دو عالم، حالا اینجا یه یونونون و دو عالم گذاشته، آنقدرین، قدرین دو عالم و آنقدرین البان قادرین، و آن نمیدونم این یعنی چی میتونه باشه. دو عالم علوی و سفلا را، یا علوی میشه دیگه، حالا اولی و سفلا را آراسته و پیرایسته کرد که دانشمندان دیگه نداره. بقیهش حالا ببینیم به ترکی چی گفته.
این داستان، کلمه داستان از بین رفته تقریبا، ولی میشه داستان جدی یا جدی حکایت. حکایت رو قدیم اینجوری با ت عربی می نوشتن، دیباچسی که توریدن ترکی dili نقل olubdur. Hamdü la yahd ve senâhu la çi la'bul mulk الذی اوجد جمیع. حالا اینجا بعضی از کلمات رو میبینیم که ناقص مونده، دیگه نمیشه خوند. به قدریت الکاملت من ارست العدم الى الاقلیم الوجود. Çox şükr hadsiz eyleyen ve sayısız ve درود و ثنا eylen o. پس اینجوری باید بخونیم: Çox şükr hadsiz ایلن و sayısız و درود و ثنا ایلن o پادشاهه که topraq ədəmdən vücud iqlimə hami kainati öz qudreti kamiləsi ilə yaratdi. نگاه این حالا اینجا کاملسی ایله یاراته تقریبا از بین رفته، ولی خب احتمالا همون کلمه‌ایه که اینجا هم دیدیم که افتاده، یا قلم خیلی پررنگ بوده یا اینکه یه اتفاق افتاده که این حروف به هم چیز شدن. به هر حال میشه خوند ولی یه مقدار آبکی شده و از بین رفته. یاراته با ت دستدار نوشته، با تای دستدار، که این رو در عربی تقریبا شبیه دال میخونن، میگن یاراته. همین در تبریز یاراتماق ت میگیم ولی یارادماق هم مینویسیم. این ت همون ت هستش که اونجا هست، هم ت هست هم دال هست. یاراته هر دو تاست. تا öz büyüklüğünü aynı hamle. تا öz büyüklüğü و bilmiş لغی. bilmiş اینجا به مفهوم دانش به کار نبرد، به معنی دانشماق به کار نبرد، تا به معنی علم به کار برد. bilmişliğini اینجا دوباره ظاهر و آشکارا ایلسون و o kadar çok bilmişliği işledir ve vergiş verir ya برگش verir که hiç nesne yoktur her kadar که گیه olsun. اگر این رو، حالا من کلمه معنیشو نمیدونم ولی اونجا گیه احتمالاً به معنی خیلی خورده باشه، به معنی ذره ها، یعنی اون احتمال میدم که اون حبتون ذره که وارد در قرآن اون رو داره اینجا گیه olsun، یعنی خیلی ذره کوچیک. هر جا که گیه olsun که حال دلی آنن، حال دلی یعنی اون وجودش، نه اینکه خودش زبان داره. میگه ما تصور میکنیم که اون داره با زبان وجودش یه حرفی رو میزنه، همونطور که میگیم مثلا درخت میوه به وجود آمده تا ما ازش استفاده بکنیم، و یا کمال درخت به اینه که در مثلا سبز بشه و بزرگ بشه و میوه بیاره و ما بخوریم. اونو ما از کجا میگیم؟ این فهمیه که ما داریم به اون درخت تحمیل میکنیم، نمیدونیم اون درخت چی میگه. بر اینو میگن حال، زبان حال. یکی یه چیزی رو میگه، میبینه و اون رو یه چیزی تفسیر میکنه، تو ذهنش یه چیزی میاد، اون زبان حال اون چیزیه که در ذهن من ایجاد شده. این رو میخواد بگه که هیچ. حالا اینجا دوباره من نس نخوندم ولی 2 تا نقطه گذاشته اینجا هم، هیچ نس نه yoktur her kadar ki قیه olsun که حال دلی آنın onun şükür ve sipasine meşgul olmasın ve o kadar bu iki aleme ulvi ve sufliyin birtildi ve arasta ve pirasta eylədi.
یردی. این حالا اونجا شاید بتونیم، میخواستم برگردم این برگشت رو بخونم چی هست، دیدم که نه این نیستش. پس مشغول اولمسون و اوگدر bu iki عالم اولویس و سفلی یردی یردی. دوباره اینجا yaratmak چون این دوتا مثل همه yaratmak هر دوتا رو ما میگیم با د و ت داریم میگیم. این در زبان عربی گفتم به مثل دال خونده میشه. این روشنه. toprak tutmak, tanışlık, torba. ولی بعضی تها تغییر میکنه، حتی تو لهجه های مختلف این رو دال می نویسن یا تا می نویسن، این رو با ت دستدار می نویسه. دوداخ این با ده هستش، ولی خب کلماتی که تبدیل بشه حالا من ذهنم نمیاد. بریم صفحه بعدی. فارسی رو رد میشیم، ادامهش رو میخونیم. نگاه کنید اینجا واراسته و پیراسته ایلدی که چخ بیلمیشلار و هوشمندلار. چخ بیلمیشلار. نگاه کنید این حالا بیلمیش با اون بیلمیش انسان برابره. نگاه کنید بیلمیشی که به الله نسبت داد مثل بیلمیشی که به انسان نسبت داد. اینجا در فارسی دانش به کار برده که به نظر من اون دانش، این بیلمیش هم احتمالاً از همون میاد، بیلمخ میاد. البته این بیلمخ هم میتونه باشه یا بیلماک میتونه باشه. یعنی حالا من با زبانشناس نیستم، در نتیجه خیلی حالا اینجا جخ یازبده، جخ نوشته ولی این چخ هست به معنی خیلی زیاد. Çok bilmişler ve huşmandılar. هوشمند. این هوشمند حالا باید دید که از چه کلمه‌ای به وجود آمده. این رو دوستانی که ادبیات کار میکنن، زبان کار میکنن میتونن به ما بگن. هوشمندlar deyip durlar ki ne deyipler؟ بید برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است. حالا هر ورقی دفتری است معرفت کردگار و ulvi alemun arastılığı budur ki 100 min firişte ki hami ömrlarında ulumları ve yoçluğu puçluğu ölümleri ve puçluğu. اینجا yoktur. نگاه کنید یه yoktur نوشته. حالا این yoktur ببینیم چی میشه. Budur ki 100 min firişte ki hami ömrlarında ölümleri ve puçluğu کلمه پوچی. پوچ ما در زبان ترکی، من فکر کنم این از فارسی رفته به گلپوچ oynamak. گلپوچ حالا نمیدونم گلپوچ میگن فکر کنم تو فارسی. گلپوچ مثلا این پوچ اونجا ما به کار میبریم. پوچلوخ حالا پوچلوغی و özyaşlarını. özyaşlar یعنی هم سن و سالها. özyaşlar منیم özyaşlarım یعنی کسایی که با من هم سن و سال هستن. پس budur ki 100 min firişte ki hami ömrlerinde ölümleri ve puçluğu ve özyaşlarını arş üst ağıztanesine koyup dururlar ve hemişe o iki cehanın perverdigarını bendelığında ve kulluğunda ve ibadetinde meşguldurlar ve inkari muhtar eyle eyleyip ve anları. Elbette anları ve anınlar muhtar eyleyipdür. Öz amellerine ilma
eylemaqda, öz əməllərini eylemaqda və eylememaqda. ببینید تقریبا به زبان آذربایجانی نوشته شده این کتاب، یعنی به لهجه ترکی آذربایجان نوشته شده، اینجوری بگم بهتره، تصحیح بکنم. Onları muhtar eyləyibdir öz əməllərinə eylemaqda və eylemaqda və eylememaqda. نگاه کنید این در زبان آذربایجانی هست، درست هستش. ما میتونسته بشه ایلممقده، ولی این دو زبان ما اینجوری میچرخه، ق به ق میچرخه، در نتیجه هر دوتا رو اینجا به کار برده. و بعضیلاری yaxşılıq و seçmaq و تواضع ilə. seçmaq سوا کردن، جدا کردن خوب از بد. yaxşılıq və seçmaq və təvazö ilə öz yavaranlarının mən اینجوری میخواستم بخونم سجدلوغنی eylədilər və çox dururlar. در صفحه بعد میاد. اینجا این یخدور یه جایی اینجا باید این رو اینجا یه علامت زده که باید اینجا رو، این یخدور رو اینجا میذاشتیم، یه علامت اینجا مثل 7 گذاشته. امروزه این رو مثل اینجوری باز میکنن اون کلمه که اینجا بنویسن، این همین رو زده و رفته اونجا. پس اینجا میتونست اینجوری باشه که 100 min firişte ki hamı ömürlerinde ölümleri ve puçluğu yoktur. Merg و puçi ندارن و öz başlarını عرش آستانسine koyup durlar. خب حالا بریم صفحه بعدی که دوباره فارسی رد میشیم. و bunun این لار اینجا çoxdurlar، این لار رو نوشت دیگه در صفحه بعد جمله رو از یه جای دیگه. و bunun ucundan cennete layık olmuşlar. Allah'ın görmağına، Allah'ın korumağına هم میتونم بخونم، görmağına هم میتونم بخونم. مشرف olurlar. بله این واوره رو در زیر نوشته بود، دید که مشکل شده دوباره اومده در بالا نوشته. درسته، الان هر دوتا درست بوده به نظر من، ولی خب تغییر داده. مشرف olurlar و bu آستاننün بزک چیزی که الان در فارسی هم بعضی وقتا بزک توزک و اینها رو میگن. بزک آرایش کردن، توزک در کنار هم نظم و ترتیب دادن. بزک دوزک، düzmek. Bezek olmuşlar ülvi alemin pirastalığı budur ki bazı anlardan که الله را روی الله یه آیه مد بزرگی گذاشته که مشخص باشه که این احتمالاً چیز داره، 2 تا لام داره احتمالاً. عالمین پیراستlığı budur ki bazı anlardan. حالا این رو من توی خواندن این کلمه یه مقدار مشکل دارم که این چی هست. این برای دومین باری که این کلمه تکرار میشه در کتاب، همونطور که قبلا هم عرض کردم. دوستان وقتی یک کتاب خطی دستی قدیمی رو میخونیم یا هر کتابی رو که میخونیم، حدوداً 20 صفحه 30 صفحه اول تمامی مطالبی که بعداً در این کتاب خواهد اومد، اصطلاحات اون کتاب در اول این کتاب میاد. اگر شما این 20 صفحه رو بخونید دیگه راحت‌تر که صفحات بعدی رو خیلی آرومتر میفهمید و متوجه میشید. ولی اگر رد بکنید دیگه هی باید برگردید ببینید که این کلمه در کجا نوشته شده. الان ما میبینیم که این anınlardan من میخونم، anınlardan، بعضی anınlardan، anınlar یعنی از همونها، یعنی اون ملائکه.
bəndelik və təvazö eyləməmişlər və öz izzət və yaxşı və gözəlliklərinə məğrur olmuşlar. Təkəbbürlük ovcundən ücə tarıq mərtəbəsinə. حالا اینجا و تکبرلük اوجندن اوجه tarıq mərtəbəsindən alçaqlıq halətinə sərnqun və nqumsar oldular və o aləm-i ulvidən sufli aləmin mərkəzinə ki cəhənnəmdür düşmüşdür və müəzzəbdürlər və حالا اینجا دوباره نگاه کنید آنکلار دوباره این حالا آنکلار بود اینجا دوباره من آنلار میخونم آنکلار نمیشه باشه دوباره برمیگرده به اون انسان‌ها یا با اون شیاطین بخشی از چیز که ملائکه که تکبر کردن اومدن به جهنم به مرکز زمین حالا مرکز زمین هم جهنم احتمالاً و معذب درلار و آنلار شیاطین درلار سفلی عالمون بزگی ابوالبشر حالا همین عالمی که این شیطان هم درش هستش و ما هم درش انسان هم هست میگه که سفلی عالمین بزگی زیباییش اون آرایشی که این عالم چیز رو زیباتر میکنه ابوالبشر وجودی و پاکواری اولادلاری پاکواری و اولادلاری وار یخ ما میگیم الان این پاکواره و اولادلاره پاکواره اولادلاره اینجا و نداره پاکواره اولادلاری دوباره صفحه بعد میریم که اونی yüz خالی قبول ایلدی yüz خال صورت که اونی yüz خالی قبول ایلدی و خالی قبول خال ما میدونیم نقطه هست روی هر چیزی که یه نقطه بذارید اون خاله حتی مثلا میخوان در سربازی که میرن میخوان نشانه بگیرن خال رو نشانه میگیرن این هم از یک کلمه ترکی هستش که رفته حالا در صنعت نه در دست بافی قالی ها هم این خال خیلی مهمه کاربرد زیادی داره در صنایعی که مثل جوشکاری و بعضی جاهای دیگه متخصصین ترک از خال کلمه خال استفاده میکنن اونی که اونی yüz خالی قبول ایلدی و یامان کشینون یامان اینجا به معنی هم به معنی مثلا میگیم یامانزلدی یعنی فشگو هستش این یامان اینجا به معنی فش هستش ولی یامانده یعنی خیلی آدم سرسختی هست یامان همیشه به معنی فش نیست اتفاقا مثلا یامانده یعنی خیلی مثلا رکه خیلی زورگو هست یعنی پرزوره یامان به این معنی که بعداً به فش تبدیل شده یامانده یعنی گفتم پرروه رکه این معنی رو داره در نتیجه اگر یکی با ما مثلا بگه که آقا تو به من بدهیشو بخواد یا مثلا بیا حساب کتاب بکنیم تو اینقدر به من بدهکاری من اینقدر از تو طلبکارم بهش میگن یامان یعنی آدمیه که خیلی شجاعه به نوعی مثلا اون چیزایی که نباید مثلا انسان‌ها در ایران اینو به ما یاد دادن که یک نوع ادب و اخلاق حساب میشه برعکس اون خیلی آدم رک و راستی هستش yaman kişinin ve günahkar و kafir kimsenin pirastalığı budur. Beyle ki layıktır ki kesafet kimi o kapıdan düşüp kesafet kelime عربی است به معنی کلفتی زیادی اضافی در نتیجه کثافتی که ما میگیم مثلا بریم دستت کثیفه برو بشور یعنی یه چیزی یه لایی رو دستت هست برو بشور این کثیف به این معنیه حالا
وارد نمیدونم از کدوم زبان به عربی رفته یا از عربی به کدوم زبان اومده، این حالا اومد تو ذهنم، گفتم که کثافت اونجوری هستش. کثافت کمی کثافت کمی o kapıdan düşüp ve sürgün olacaktır. Sürgün yani sürülmek میشه. سورماخ دو نوع هستش. سورماخ یه وقت هستش که ما سوار یه مثلا وسیله هستیم که این رو میبندیم به اسب و قاری و ماشین و هر چیزی، اون ما رو میکشه. این سورماخ هست، یعنی ما با یه نیروی اون رو فشار میدیم میره و این عقب یه چیزی رو میکشه. یه وقتی هم هستش که ما سوارشیم و چیز میکنیم، میریم. حالا این سورماخ، سürgün یعنی همین که مثلا ترک ها از وطن تاریخیشون سürgün شدن و بعد وقتی دوباره برگشتن به وطنشون گفتن آقا اینا اشغال کردن اروپا رو مثلا. حالا مثلا به نظر من هندوستان، بخش مهمی از هندوستان وطن ترک هاست، ولی از اونجا سürgün شدن، یعنی یه جوری اینها از اونجا فرار کردن، رفتن، یه انرژی اینها رو از اونجا فرار رانده. سürgün. حالا ما در سürgün زندگی میکنیم، یعنی ما در غربت، در خارج از وطن زندگی میکنیم، برای اینکه ما رو یه نیرویی از وطن فراری داده. Düşüp ve sürgün olacaktır. پس budur bu iki alemin arayış ve pirayesi ki o perverdigar bizim karşımızda koydu. Karşımız در مقابل ما koydu ta o kitabıda naxışlığını öz naxoşluğunu naxoşludi هم نخوش olmak نخوشلوق. ما هم میگیم من ناخوشم یعنی چی؟ من دوباره فکر کنم که این رفته خوش ناخوش رفته به زبان فارسی از ترکی. نخوشلوق یعنی ناخوشنودی. نخوشluğunu okuyalım ve o büyük Allah'ın, البته اینجا Allah نیست، ilahun نوشته. ilahun şükrüne gece ve gündüz یا gece ve gündüz نوشته، نه günüz. gündüz meşgul olalım o kerim ki özünde öz bendesinden davet ve nimete vermağından meşgul olalım o kerim ki öz bendesinden davet ve nimet vermağından şükr و سپاس ister Celle Celaluhu ve emme nevaluhu ve azama şa'nuh. با صفحه بعد رو رد میکنیم، میریم ببینیم که این کتاب بالاخره چی هست. شاید برسه به اینجا که بتونیم بفهمیم که این کتاب موضوعش چیه. و حق یولونی جرستماق دوباره با تی دسته‌دار نوشته، مثل دال خونده میشه. این دوباره جرستماق için mürsel peygamberler kitap ayesini halka gönderdi. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmaîn. Hamd şükrden sonra da hamd şükrden بعدش یه واو گذاشته، خودش خط زده که این نه. سنکرده. حالا اینجوری که نمیشه، قاعدتا این sonunda hamd şükrüden sonunda bu bezaatsiz کمینه و bu itaatlı ve zayıf bende Fransa mülkünün padrilarının ayağı toprağı mülakkab. پس چی؟ bu بضاعتسیز کمینه و bu itaatlı ve zayıf bende Fransa mülkünün
padrilarının ayağı toprağı mülakkab köpüşün padriları paderi Cebrail gafarallahu zunubehu ve setere uyubehu ilahun. اینجا دوباره آ گذاشته اللهون. Allah'ına kitabine bakmaktan ve mutala eylemekten bir hikaye gözüm düştü. Bir hikayete gözüm düştü ve bu bustan cennet nişan seyir eylemekten ve bu gülistan aray ve atir katılmış ve enber sepilmiş, bu gülistan eylemekten ve bu gülistan aray ve atir katılmış ve enber sepilmiş, atir katılmış با ته دسته‌دار قاتılmış ve enber qadılmış هم میتونیم بخونیم قادılmış ve enber sepilmiş bağın keram gezmağından ilahın surine ihtimalen suretine اینجوری بوده البته با سین دندی داره میل ایلدم سیرینه احتمالا سیرینه باشه سیر الهون با حالا چی گفت گلستان آرای و عطر قاتılmış ve enber sepilmiş bağına gezmağından bağına gezmağından ilahun seyretine یا سیر که از کلمه سیر نشته سورینه مثلا سوریتینه یه چنین چیزی میل eyledim ve seyr eylemekte از همین کلمه سوریتینه اینجوری باید بخونیم میل eyledim ve seyr eylemekte bu keminenin gözü bir yaxşı انبر ایلو اطرلی ای اینجا نگاه میکنید که بد گفته نمیشه. ما معمولا در ترکی میگن که مثلا حالا اینو اخیراً رایج شده دیگه در زمانی که ما زندگی میکنیم مثلا میگن ای یعنی بوی بد عطر یعنی ای خوب بوی خوش. حالا اینجا مثلا ای بد مثل بوی کثافات و آشغال و اینها که مثلا چیز هست به این میگن بوی اذیت کننده بوهایی که اذیت میکنه به این میگن بوی بد ای و به بوهایی که خوشایند هستش انسان خوشش میاد به اینها میگن عطر. در حالی که اینجا میبینیم که خیلی به راحتی میگه که و seyir eləməkdə bu kəminənin gözü bir yaxşı ənbər iyilügə توخشتی نگاه کنید انگار ما داریم اینجوری میخونیم توخشماخ اینجا با ته دسته‌دار نوشته دوباره مثل د و چه توخشتی یعنی همینجور داشتم نگاه میکردم در بین این همه زیبایی یه چیزی به چشمم خورد توخشتی یعنی چشمم بهش خورد و اون به چشمم خورد دو طرف هست توخشماخ یه فعلیه که دو طرف داره هم چشم من به اون خورد هم اون به چشم من خورد اینجوری خیلی جالب به کار برده این کلمات رو انبر ایلوکله توخشتی و اونی ادب علیینن ادب علیینن نگاه با دست ادب اونی ادب علیینن دروب و دوستlar مجلسine layık bilib اینجا من احتمالا اینو دروب بخونم بهتره یا دروب نوشته دروب یعنی ایستادن و دوستlar مجلسine layık bilib اما دروب هم میتونه باشه حالا احتمالا مثل گل بچینه دروب bilib و بندلوک و ادب دوداغی ایلن ادب دوداغی با لب ادب و ادب دوداغی ایلن öpüp پیشکش eyledim و هم bu bəndəyə çox yaxşı gəlmədi
یا حالا جلدی هم میتونیم بخونیم. من گلمدی خوندم. بو بنده çok yaxşı جلدی و خوش göründü. جلدی و خوش göründü. میم اونجا خونده نمیشه. اون حالتی که هست یخشی، یه یای یخشی خورده به جلدی، حالت میم رو اونجا ساخته که دقت میکنم میبینم که حالت میم هم نیست. یخشی جلدی و خوش göründü و لایق و شایسته gördüm ki dadlu. داد هر چیزی که ما میگه که حالا به زبان فارسی رفته این داد. چی میگن در زبان فارسی؟ بذار ببینیم. زائقه میگن. حالا این رفت، حالا یادم رفت اون چیزی که میخواستم بگم. دادلو یعنی یه چیزی که داد داره، یعنی طعم داره. حتما شیرین نیست. این البته در ترکیه امروزی به شیرنیجات میگن تاتلو. همین با د باید نوشه، دادلو، تاتلو. ما میگیم دادلو، اونا میگن تاتلو. عین همون چیزی که گفتم، دا و ت، دال و ت به هم تبدیل میشن و با ت دسته‌دار نوشته میشه در این ترکی که این دوستمون مینویسه. ولی اینجا دیگه مطمئنه که این داد هستش، تبدیل نمیشه. در اینجا دادلو و iştaha getiren, iştaha açmaq, iştahalı yemek kimi xan içində buyruklar və şəriflər məclisində اینجا buyruklar نوشته بوده، بعد روی اون ر خط کشیده شده böyüklər və şəriflər məclisində. اینجا شریفler و مجلسinde بوده، این و رو حذف کرده، اونجا هم ر رو حذف کرده. مجلسinde çekilsin. بریم صفحه بعد. میخوام این کتاب ببینم چی هست، خود این آدم خودشو معرفی میکنه یا نه. ما الان صفحه 21 یعنی 10 صفحه از این کتاب رو حدوداً فکر میکنم حالا 5 صفحه 6 صفحه رو خوندیم. Bu ümid ilə ki hər kim meyl eyləsin ona fayda olsun. Hər kəs meyl بکنه آنکا فایده olsun. در نوشتن آنکا شده، ولی اینجا میدونیم که اونکا، البته اونکا اونا. اینکا اینجا این نون یا قبلنا دوتا بوده، اونا که این نون دوم خیلی اونا خونده نمی شده، یعنی نون غنه میگن دیگه، نونی که اینجا هست. من دیشب دیدم که مثل این که اگر اشتباه نکنم در زبان کره جنوبی این نون اینجا هست. یکی داشت این رو آموزش میداد، گفت که این نون رو باید اینجا دستتون رو بذارید اینجا حس بکنید. آنا. این نون رو الان دوستان قشقایی و دوستان ترکمن خیلی خوب این نون رو میفهمن چی است. ما تو آذربایجان خیلی فارسیزه شدیم متاسفانه، در نتیجه این رو خیلی متوجه نمیشیم الان. فایده olsun. Bu ümid ile ki her kim meyl eylesin ona fayda eylesin. Fayda olsun. Mutala eyleyenlerin zemir munir mühri yanverine mahfi mühr tenvirine. خب مطالعه eyleyenlerin zemir munir مهر tenvirlerine, mühri tenvirine mahfi ve gizli olmasın ki insan vücudi iki zadın mürekkebidir. İnsan vücudi iki zadın mürekkebidir ki o ruh ve cismidir. Pes bile ki cism yemeksiz ve içmaksız ve verilebilmez. Pes bile ki cism yemeksiz ve içmaksızın siz verilebilmez. Gerektir ki ruh özü
üzmegine meyl اینجا بگیم گرکدür ki ruh öz yemeğine meyl eylesin. اینجا یه علامت گذاشته دوباره مثل اون 2:7 رفته این حاشیه یه چیزی نوشته که من باید اینو برگردونم بخونم. اگلا یخ یا حالا این چیه؟ یخ عالم سفلا بلکه علوا عالمون یمگینه میل ایلسون. خب اینجا گفت روح اینجا اینو میخواد بگه gerek dürki ruh öz yemeğine میل ایلسون. اینجا من فکر میکنم اما یخ عالم سفلا بلکه علوی عالمی یمگینه میل ایلسون. پس من اینجوری خوندم. حالا اینجا احتمالاً این اما رو درست نخونده باشم، دوستان به من میبخشن. onun için böyle ceset 4 anasürün mürekkebidir. Onun için böyle ceset 4 ceset بدون روح میگن جسد، یعنی انسان که بمیره و نتونه دانشماق بکنه به جسد تبدیل میشه، دیگه انسان نیست. انسان تا زمانی و آدم تا زمانی آدمه، انسان تا زمانی انسانی که این بتونه دانشماق بکنه. از زمانی که دانشماقش از بین بره، اون توانایی دانشماقش از بین بره، حالا ممکنه یکی آلزایمر بگیره یا یکی بره کما، اون توانایی دانشماق رو هنوز داره، ولی از لحظه که این توانایی رو از دست بده، دیگه غیر ممکن باشه که این حرف بزنه، میگن جسد. حالا اینجا میگه انا اونیچون بلا جسد 4 عناصرün mürekkebidir. هر جسدی مرکب از 4 عنصره. O yemek ki öz aslindendir meyl eliyar hem ruh ki Allah'ın hazinesinden geliptir. این معتقده که روح از خزینه الله اومده. قرآن این رو میگه و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم در اون دمیدم. این خزینه خدا، یعنی اون خزانه‌ای که خود خدا خزانه هست، میگه از اون اومده. برای اینکه چرا خزانه میگه خزینه؟ برای اینکه هر چقدر از این خدا هر چقدر تولید بکنه از خودش چیزی کم نمیشه. صفحه بعد ببینیم بالاخره میخواد این کتاب یه چیزی o yemek öz aslindendir. خیلی میلی واردور پس خیلی میلی واردور پس bu نیازمند نته نکته تورتون. حالا اینجا یه چیزی گذاشته که نمیدونم پایین یه چیزی نوشته یا نه اینجا که من نکته bu نیازمند نته نکته تورتون یا توریتون incekme noktalardan ruhani yemek kimi aziz ve şerif mecliste men çekdim ve her kim ki rıza kulağı ile eşitsün meyl eylesin çok pend ve sayısız sansız هم میتونه باشه. sansız nasihatlar talsun dalsın dalmak با ت دسته‌دار نوشته dalsun talsun. چیزی که به آب شیرجه میزنه به یه استخر یا به دریا یا به رودخونه اینو میگن talgıç. dalsun یعنی بره تو شیزه بزنه داخل این پندها و نصیحت‌ها. حالا من سانسız هم میتونه باشه، یعنی بدون شمارش. من همینجوری میخونم چخپند و سانسız یعنی بدون شمارش خیلی زیاد. چخپند و سانسız nasihatlar talsun و شیرین
زانی کی و شیرین زانی کی جاه جاه کاهکانی dünyanın vəqayi və təəllüqlarından müstərib və dərmanda ola təsəlli və dilasalıq tutsun. Dilasalıq tutsun. این احتمالاً دل آسالق اینجوری دل آسالق asaluk asalmaq asılmaq ya asmaq asaluk صفت احتمال فکر میکنم اغراق و مبالغه هست. و شیرین جانی که کاهکانی دنیانون کاهکانی کان میدونیم که معدن هسته کاهکانی یعنی معدن کاه اینجوری من فهمیدم ولی احتمالا یه مفهوم دیگری داشته باشه. کاهکانی dünyanın vəqayi və təəllüqlarından müstərib və dərmanda ola təsəlli və dilasalıq tutsun. dilasalıq من فکر کنم اینجا آسالوق صفت مقالب است معنی asılmak ve asan olmak dilasaluk فکر میکنم یعنی دلش راحت باشه. دوتسون اینجا توتسون و دوتسون اینجا هر دوتا رو توتسون میبینیم که دال اول رو با دال نوشته دای دوم رو با ت دسته‌دار نوشته که تغییر میکنه. معلوم دور سلاطینلارون روشی و عادتی که تا öz qovumlarını qohum qardaş öz qovumlarını və rəiyyətlərini hər bəladan və düşmanların məkrindən saxlasınlar. دوباره saxlasınlar. دو تا نون دوم با که هستش. بریم صفحه بعد. öz قلمروların şəhərlərində qayim və verək qəl'ələr düzəltmişlər və orada hər rəviş və hər təhər savaş. Hər rəviş və hər təhər rəvişin یه نوع چیزشه به روش و هر روش و هر تهر savaş yarağından hazır olsun ki تهر رو با ت دسته‌دار نوشته تهر olsun ki اگر قضادن bir bela vaqe olsun öz rəiyyətlərini orada pənah eyləsinlər və yaraqlar və müsəlləh olsunlar. Yarak ve müsellah olmak. Yarak اون چیزایی که انسانها به خودشون میبندن. حالا از هر چیزی که باشه، چه برای زیبایی باشه، چه برای جنگ باشه، چه برای حالا گفتم زیبایی باشه، این رو یا مثلا در مراسم‌های عزاداری اینها هم احتمالاً یاراقلانماخ باشه. مثلا برای امام حسین امروزه یاراقلانماخ میکنن، یعنی یه چیزایی رو به خودشون میبندن و به خودشون حمل میکنن و اینا. و yaraqlı və müsəlləh olsunlar ta düşmən ilə o qədər dəlirluq və şücaətluq eyləsunlar ki düşmənləri bəs və sonlar və niksonlar və özləri alib müzəffər olsun, qalib və müzəffər olsun. Bas və sonlar və niksonlar. نیکسون احتمالی حالا من وقتی این رو خوندم به نظر اومد که نیکسون این اسامی انگلیسی هست، نیکسون اینها همین باشه، ولی به نظر میاد که این نیکسون اون نیکسون نیست. این نیکسون
sonlar و نیک sonlar. یعنی سون میگه پایان ماجرا، نیکسون میگه که پایان خوب ماجرا. خیلی جالبه، کلمه ای که برای اولین بار در عمرم این رو هم خوندم هم شنیدم. sonlar ve nik sonlar ve özleri galip müzeffer olsunlar ve özleri galip ve muzaffer olsunlar. دوباره همیشه این نون ها با یک چیز دیگه هستش دیگه، کاف هستش، این دیگه نمیگم. Bu teher o iki cahanun, bu teher o iki cahanun perverdigari ki ta öz qavmini o merdudun qabuden o merdudun qabuden sürülmüşün yani İlisun belasından yani İlisun belasından ve mekründen iman olsunlar, panah tutsunlar. اینجا الیسیون، نمیدونم این الیسیون، عجبا این الیسیون همین چیزی که ما اینجا امروزه خیلی رایجه این کلمه رو به کار برده یا ایلسون، چون که میگه تا öz قومینی o merdudun qabuden sürülmüşün yani İlisyon belasından ve mekründen iman olsunlar. İlinasyon، فکر میکنم این همین ایلیناسیون، کلمه ایلیناسیون که امروزه از زبان فرانسه وارد زبان ما شده، که وقتی یک قومی حمله میکنه و یک سرزمین رو اشغال میکنه، اول مغز اونها رو، دانش اونها رو، آگاهی و بیلیش و دانش اونها رو، بیلیش و دانش اونها رو، عقل اونها رو تحت اشغال در میاره. به خاطر ترس از مرگ و مجازات همه تسلیم اون خواسته اون میشن تقریبا. و این به تدریج اولش اگه در مخفیگاه ها و پنهانگاه ها هم مقاومت هایی در مقابل این شستشوی مغزی و ایلاناسیون انجام بگیره، به تدریج در نسل های بعدی این دیگه تبدیل میشه به یک چیز عادی و مورد قبول. احتمال میدم این به همون اشاره میکنه، یعنی ایلیسون belasından، ایلیناسیون belasından و مکرünden، مکرم میگه ایمن olsunlar و پناه tutsunlar. دوباره بریم صفحه بعد. Bu sufla alemde bir qaim ve möhkem qələt düzeltti ve orada her teher savaş yaraginden ve maaş ve azuge ve nefakasinden hazır eyledi ki eğer varlık ve zararlık واقع olursa، eğer varlık ve zararlık واقع olsun orada iman olsunlar ve böyle gürizgahide پناه دوتالم و او قلعه اللهون کتابیدür ki اون قلعه کجاست؟ اون قلعه اللهون کتابیدür ki اگر onun کنهینه یکشلم، کنهینه onun dibine، کنه اینجا به معنی کنهینه، یکشلم diyelim ki her روش و savaş yaraki، her روش savaş yaraki hazırdır ve her kimse ki onlardan yaraklı ve müsellah olsun Azrail mel'un anla Azrail mel'un anla el ve kudret tapamasın. Ve bu söz o küçük hikayette sabit olur. Her ne kadar ki qisse ola ehtimalen
her ne kadar ki qıssa ola, amma özgiyə və məhzərlüğündə و özgiyə. اونجا قیه رو خوندیم که قیه همین نوشته özgiyə و مختصرلüğündə، یعنی özgiyə قیه یعنی اینجا خلاصه ذره کوچک. özgiyə و مختصرلüğündə çox pənd və nəsihətə yaranlub fayda verib. Yaranmaq, yaranlub یعنی فایده‌مند شده. و sıkışmak هم لای دو چیزی جا گرفتن به سختی. فکر کنی که مثلا دو آدم خیلی گنده یا حالا دو آدم روی یه جایی نشستن که برای دو نفر جا هست، یکی میاد وسط اینها خودش جا میده، sıkışmak میکنه. اونجا دیگه برای دو نفر جا هست، روی یه صندلی یا یه چیزی، هر چیزی برای دو نفر جا هست، یا برای یه نفر هم جا نیست حتی، ولی خودش اونجا یه جوری جا میده. مثلا گربه از لای نرده ها خودش sıkışmak میکنه و رد میکنه، یعنی یه جوری خودشو از اونجا با هر جور زحمتی هست رد میکنه. sıkışıp و sıkışıp dur. اول اینجا اول میخونیم برای که تشدید گذاشته. اول bir yandan هوشیار dursun ki Allah yanında ne kadardır acizlik ve alçaklık ve ne dahi yaxşıdır. Çün onun avucunda yaxşılıq ve oculuk mertebesine sarafraz olalım. Bunun xilafine bundan ne küçük ve ne dahi palidrak خودبینلuk ve tekebbürlükten çün تیله پادشاهلاری، چون حالا اینجا یه چیزی نوشته که چون تیله پادشاهلاری و بویکلاری. برگردیم دوباره اینجا رو بخونیم. مرتبسine سرافراز اولالیم bütün خلافine bunun felakine başı be. Bunun خلافine bundan ne küçük ve ne dahi palidrak، نه küçük و نه داخی پلیدراک. خود پلیدراک نگاه کنید، این پلید احتمالا کلمه ترکیه که با راک هم تونسته کار بکنه. پلیدراک. حالا بعضی کلمات رو که ما فکر می‌کنیم فارسی هست به ترکی اومده، احتمالا چون ما در این 150 سال گذشته با فارسی آمیزش پیدا کردیم و حالا این و اکثر نویسندگان تئوریسین های که فارس زبان روی فارسی هم کار کردن ترک ها بودند، فراماسون های ترک بودند، اینها سواد فارسی نداشتن که اینا ترکی رو به فارسی میخواستن بنویسن. در نتیجه ما وقتی کتاب ها مراجعه میکنیم فهم کنیم اینا فارسی هستند، در حالی که احتمالا اینها ترکی هستن و کلماتی چون نبوده، حالا چون تکرار شده در زبان فارسی ما فکر کنیم زبان فارسیه. احتمالا نه. پلید مثلا احتمالا ترکی هستش که به راحتی میتونه با کلمه پلیدراک خونده بشه. یعنی اگر یک کلمه با کلمه دیگری به راحتی مچ میشه و هماهنگ میشه همصدا میشه، این نشون میده که اینها به احتمالا از یک چیز هستن، احتمالا نمیگم حتما، از یک زبان هستن. پلیدراک به راحتی اینجا میدونیم که سکته ایجاد نمیکنه، برای ما سختی ایجاد نمیکنه، ولی ایلناسیون رو اونجا دیدید که به متن نمیخورد، نمیتونستم خیلی این رو توش راحت باشم. داخل پلیدراک خودبینلوک و تکبرلوکدن چون تیله پادشاهلاری. حالا این احتمالاً تیله پادشاهلاری و büyükleri اوجلوکدن و büyüklükten اوج که به فارسی رفته دیگه، اوج از کلمه اوج هستش، اوج شده. اوج و اوج، اوجلوکدن، حتی میتونیم اوجلوکدن و büyüklük haletinden ilhakluk
haletine salsun ve serngun olup puç ve nabud eylesin. İkinci. اون بری ikinci نگفته ikinci همین چیزی که ما در تبریز الان خیلی رایجه. İkinci budur ki bilsunlar her ne kadar çaresiz ve acizlik varlıkta ve darlıkta. İkinci budur ki bilinsunlar her ne kadar çaresiz ve acizlik ve darlıkta tutulmuşuk ve düşvarlıklarda. Düşvar دوباره عین همون. من فکر کنم دشوار کلمه ترکی است. Düşmaktan. Düşvarlıklar ve çetinler karşına اینجا لار گذاشته بود gelur. Darlıkta tutulmuşuk ve düşvarlıklar ve çetinlikler gelur karşına yani جلوی تو پیش تو جلو میاد پیشت میاد روبروت میاد بلکه iş cana düşer herkes hergiz Allah'dan yüz döndürmeyelim ve onun imanından münkir olmayalım. Ne içeride ve ne dışarıda. Dışarı. الان در ترکیه به dışarı گفته میشه. ما دیش ایت و اشیک میگیم. دیش و اشیک اینجا در گذشته همین کتابی که احتمالاً به لهجه آذربایجانی نوشته شده نگاه کنید میگه که onun imanından münkür olmayalım ne içeride ve ne dışarıda ve ne dışarıda ve ne içeride ve hami işlerde ona تولّا edelim. تولّا کلمه عربی هست اگر اشتباه نکنم. ولا از کلمه ولی ولا اومده تولّا edelim. و امیدلو اولالیم ki o پروردگار dört merre melac eylesin. O پروردگار derdimize ببخشید حالا اون مره خوندم غلطه پس اینجوری باید و امید اولالیم کی و امیدلو اولالیم کی o پروردگار derdimize علاج eylesin. O çağda ki ona maslahat yaxşı düşsün ve dahi şeytan ovucundan ki onun halafi ve merdudidir ondan betra eyleyelim. Ondan betra eyleyelim. این betra رو نمیده تبرا eyleyelim. ببخشید حالا شد. تبرا beri kelimesinde beri olmak. نمیدونم beri به نظرم میاد که beri کلمه ترکی هستش. beri gel. یعنی به طرف ما بیاد. تبرا رفته عربی شده دوری کردن. تبرا به باب رفته دیگه. beri کلمه beri gelmak رفته اونجا شده تبرا یعنی uzaklaşmak. ولی beri به نظرم ریشه این کلمه اگه beri باشه یعنی yakın. beri olmak البته به معنی جدا شدن هم هست.
بری الماء. بری دو تا معنی داره در اصل. یکی به معنی یاخن ولی نه خیلی یاخن دیگه. بری گل یعنی به طرف من بیا، حالا نمیگه که بچسب به من. یکی هم بری به معنی بود که یعنی جدا. در نتیجه هر دوتا به نظر من تبرا هم از همین کلمه ساخته شده. به نظر من تبرا ایلیالم و گاچالم و بیر نسنه استیالم و داخی اینجا گرن fikir ince ki ve dahi ince احتمالا اینجا که نوشته، من اینو اینجا نه gören fikir ve tahammül eylesin. Fikr ve tahammül eylesin ki ne payedir münacat eylemek ve varlık, ne payedir münacat eylemek varlık çağında. çاق اینجا هم به کار بود به معنی چاق. الان بیشتر میبریم نگاه کنید، چاق یعنی به معنی زمان. او چاقده، او چاقدا. الان اینجوری میگیم او چاقدا. همین اینجا هم گفته که مناجات eylemek varlık çağında، در زمانی که هستیم. varlık çağında ki bile yaxşılık ve günəklük کنکلوک تاپوب. این کنکلوک رو دیگه اینم جزو لغاتی که نمیتونم بخونم و نمیتونم بفهمم چیه. یخشلوک و گونکلوک، من حالا مثلا گونهکار که میتونم کنکلوک، البته کنکلوک نوشته، کنکلوک که میگه کنلوک تاپوب. کنلوک نمیدونم این معنی چی میشه. کنلوک تاپوب دور و داهی دویجاق دور که نه مرتبه دور. دویماق شنیدن. امروزه در ترکیه خیلی دویماق اشیتماق به جای اشیتماق که شنیدن، دویماق اینجا هم مثل همونه. دویacak dur ki ne mertebedir Allah'ın yanında. نه مرتبه‌دür Allah'ın yanında. مرتبهش در نزد خدا چی هست؟ من هنوز نتونستم برسه به اون متن کتاب که ببینیم چی هستش. دارم میخونم به این امید که ayrılık و پاک. ayrılık اونجا یک کلمه‌ای به کار برد که الان دیگه یادم نیست چی بود. گفتش که تبرا رو حالا دیگه اینجا ayrılık و پاک adlık پاک atınlık ayrılık ve pak pak etenlük çok vardı. Çok o arvardı. Dün oradun. اینجا یه کلمه، دو تا کلمه رو نمیتونم بخونم، سه تا کلمه رو در این جمله آریلوک و پاک اتنلوک çok urarvari احتمالاً این دو تا کلمه هستش، یه دونه کلمه نیست. اورادون آرادون
çok من اینو تلاش میکنم این کلمه رو بتونم بخونم. الف باب الف ر باب الف را ی دل یا دون هم میتونیم بخونیم. دوباره الف ر باب الف د رو آن. خیلی این نمیدونم خیلی به هم چسبیده. آیا 3 کلمه هست، 2 کلمه هست هر کدوم اونها؟ چون او ار و اری، دون ار و اودون، آروادون. حالا اونو میتونیم آروادون بخونیم. اینا چون او ار و اری، اری دون دول آروادون. چون او ار و آریدون، چون او آرواریدون، چون او آرواریدون و آروادون. Ovucundan belə karsazlıq eylədi و iş gayırdı. حالا اون جمله بالا رو اصلا نتونستم بفهمم که چی میشه. Ovucundan belə karsazlıq eylədi و iş gayırdı. Gayırmaq, انجام دادن. Karsazlıq eylədi və iş gayırdı və daxi pənd tutsunlar əmr ümera və وزرا و بویکلار. اون بالا هم باید یکی از اینا باشه. من اینجا حالا مثلا این امرا و وزرا و بویکلار کی نه روش قلعه‌لاری و şəhərləri mühasirə eyləmək gərək ta öz təsərrüflərinə gətirsünlər və daxi çox pəndlər və nəsihətlər bu küçük hekayətdə vardır. Amma ta qulaq asanlar və eşidənlərə məlalət olmasın suri muxtəsər eyləyəlim. خب در اینجا خیلی کلمات رو تو داخل هم نوشته برعکس اون صفحه های قبلی. در نتیجه این بالا من باید برگردم و داخل پند دوتسونlar امرا و وزرا و büyükler، نه فکر کردم همونه، ayrılık و پاک اتلنلuk çok او ار و اری دون آروادون. اینجوری خوندم دیگه درست. حالا غلط و درست همین بود که خوندم دیگه، نتونستم در بیارم چی میشه. Mühasirə eyləmək gərək ta öz təsərrüflərinə gətirsünlər və daxi çox pəndlər və nəsihətlər bu küçük hekayətdə vardır. Amma ta qulaq asanlar və eşidənlərə məlalət olmasın suri muxtəsər eylədim. Sözü، اینم sözü. اون بالا هم söz بوده حتما. یه صفحه‌ای همین söz بوده که من به معنی چی خوندم؟ سیر گفتم که احتمالاً جمع مبالغه و اینها گفتم. اونم söz بوده. بعد sözü seyir. اونجا حالا söz شد. حالا اینجا olmasın sözü muxtəsər eyləyelim. Bu umid ilə ki hüşyar fikr və xiyal ilə eylən artıq inceki nüktələrini duysun. دوباره اینجا اون duymaq شنیدن رو اینجا بخواه duysun که bu کمینن عقلی و فهمی علی دقیقات لارده
Ali dəqiqatlarda ehtimala Ali باشه ولی نیست. قصه و تشمزدür. قصه و تشمزدür. تشمز اینجا به معنی داشماز، یعنی کوتاه و بدون اینکه لبریز بشه. تشمزدür. القصه بیلکی سلاطین خاتونlarının bir sandukçesi vardır ki orada her roviş ve her teher küçüklük benzemek ve düzenmek yarak hazır tutar anlık ve kirşan avucundan ve kirşan. Hala anlık میگه خانم های سلاطین یه صندوقچه‌ای دارن، bir صندوقچه‌si vardır ki orada her روش ve her teher küçüklük bezenmek یعنی آرایش، bezenmek ve düzenmek یراق حاضر. یراق گفتیم لوازم ابزار دیگه، اینجوری حاضردür تا anlık ve kirşan avucundan yaxşı bezenmiş ve düzenmiş uzarları ve ağaları yanında küçük görsünler ve خوشنما و مقبول olsunlar. خیلی زیبا نوشته، خیلی زیبا. بعضی از کلمه مثلا önlük، anlık، kirşan ve önlük. Enlik ve kirşan دیگه. حالا این دو نمیشه. enlik حاضردür تا enlik و kirşan. اینا لوازم آرایش قدیمان بوده که زنها هنوزم خانم‌های قدیمی انلیک و کریشان میگن، آرایش میکردن که در نزد شوهرشون یا بزرگان خیلی کوچیک دیده نشن، چون زنها رو پایین میدیدن دیگه. حالا اینو میگه و کریشان avucundan yaxşı bezenmiş yaxşı bezemiş ve düzemiş و البته özem میتونه باشه، uzları یعنی بدنشون رو هم، و ağaları yanında، özleri ve ağaları yanında küçük görsünler و زیبا دیده بشن. küçük اینجا چون هر چقدر انسان کوچیک‌تر باشه، سنش کمتر باشه، خوشگل‌تر دیده میشه. هر چقدر پیرتر میشه به هر حال این صورت از بین میره، چروکیده میشه و پیرتر دیده میشه. رضا اینجا میگه که ağaları yanında küçük görsünler ve خوشنما ve مقبول olsunlar. hem bendenin desti avizi onların sandukçesi kimidir. Ki her reviş küçük ve yaxşılık yarağı orada mütezemmindir ta öz içerularını خیلی زیبا. این من یواش یواش با ترکی قدیمی آشنا میشم، خیلی حال میکنم، خسته نمیشم. راستشو بخواید الان فکر میکنم بیش از 1 ساعتی که دارم این کتاب رو 1 ساعت و 30 دقیقه است این کتاب رو میخونم و با اینکه کلمات خیلی تو دل هم رفته، یعنی کلمات جدا از هم نیستش که گفت راحت خوند، ولی همونطور که میبینید من با متن آشنا شدم. متن رو 1-2 تا جا که نتونستم بخونم بذاریم کنار. متن یه جوری من با این متن به هم پیوستیم، تونستم این رو بخشی از خودم بکنم، خودم بخشی از اون بشم، در نتیجه میتونم این رو صندوقچه‌سی که میدور که هر روش küçük ve yaxşılık yarağı vardır
yarağı orada mütezemmindir ta öz içerilerini ve حالا اینجا diş carularını اونجا diş caru نوشته بود دیگه اینجا هم همونه içerilerini ve diş carularını onun ile yaxşı bəzətsünlər ve Perverdigar alem ve alemiyan yanında yaxşı olsunlar ve o qapının müqərrəbi olsunlar ve dahi cüzgü kimi cüzگی مثل آینه امروزه دیگه آینه به کار میبریم ولی در گذشته جزجو گفته میشد اینجا هم نوشته حالا این ظاهرا در اینجا اون فارسیش تموم شد به ثواب حالا از اینجا به بعد احتمالاً این صفحه رو بخونیم وارد اصل کتاب میشیم ببینیم چی میگه این تا اینجا مقدمه است تا این صفحه که بخونیم o arada öz yüzümüzü görürük yani o aynada o arada o güzgüde o arada ki orada öz yüzümüzü görürük ve her lekek ve her tüzge çehremizde ola o güzgü ovucundan به جهت اوج اینجا ucundan یعنی اوجundan یا ucundan یعنی به معنی که به خاطر اون آینه اینجا اوجundan به معنی دلیلم آورده یعنی به خاطر اون به خاطر اینجا به خاطر عربی اگر باشه این به خاطر اون رو چیز کرده به جاش اوجundan Aridelim bile bu muhtasar kıssa o cüzgi kimidir ki her eyb ve yamanlık ve bulaşıklık ki bizim vücudumuzda ya ciçmağımızda ola görelim ve اریدلیم والله اعلم بالصواب اینجا تمام شد داستان وارد اینجا میشه داستان جدیت بیوه زن بخت النصر پادشاه سوریه که تختگاهش در شهر حالا اینجا رو بگذاریم داستان جدیت دول آرواد رو روش کلاه گذاشته بخت النصر سوریه پادشاهی öz tahtının şöhretinde ya şehrinde tahtının şehrinde idi ki bu günler Mosul şehri ve yerler yeri خب دیگه ادامه ندیم خودشو معرفی نکردیم کتاب خب چون کتاب بیش از 1 ساعت و نیمه من برم صفحه آخر رو بخونیم ببینیم که آیا میتونیم یه اسمی رسمی از این کتاب به دست بیاریم که در چه تاریخی و توسط چه کسی با چه انگیزه شو که متوجه شدیم این یه انگیزه بود برای اینکه هم ایمان داشته باشیم روح غذای روحمون رو بگیریم هم اینکه سیاست بدونیم برای جنگ آماده باشیم و وسایل و تجهیزات جنگ رو آماده بکنیم برای روز مبادا و همین که اگر یک روزی مجبور شدیم که به جنگیم بتونیم دشمن رو شکست بدیم و اگر دشمن رو شکست دادیم بتونیم اون سرزمین ها رو نگه داریم حالا این داستان در رابطه با اینها میخواد بنویسه این مقصدش این بود اما خودش چی هست در چه تاریخی و برای آیا خواسته یک کسی نوشته یا نه این گفتش که نه به خواسته کسی ننوشتم خودم این کتاب رو فرانسه دیدم که یک آدمی اینجوری با این نام نوشته بود حالا من این 2 صفحه آخر رو بخونم این تنها عیبی که این کتاب 2 تا عیب داره این کتاب در اصل خیلی زیبا نوشته شده به فارسی و ترکی 1 صفحه به فارسی دوباره همون صفحه به ترکی اینجاش مشکلی نیست خیلی هم خوب هستش این از این اما ایرادی که داره این هستش که بخش ترکی من بخش فارسیشو نخوندم ببینم چیه در بخش ترکی اولا صداگذاری نکرده کلمات رو استانداردیش نکرده که ما بدونیم صدای کلمات چی هست
دوم این که کلمات رو خیلی تو دل هم نوشته، جوری که هیچ فاصله بین کلمه ها نیست و فقط خودت باید تو مغز خودت کلمه ها رو فاصله گذاری بکنی و بخونی. هر نقدر öz içeridekini و dışarıdakini her teher yaxşılık ve güzellikten bəzətdi ki yıldızları kimi üzünü işlatdi اینجوری باید بخونیم دیگه، işlatdi. Ama makulun ve makulun varlık güneş kimi ışık idi. Ama makulun varlık güneş kimi ışık idi ki özünü o kadar işle olur idi. işlد olur idi. اینجا د داره، işla یا işla میتونه باشه. işla olur idi. olur idi. که dünyada öz kimi yox idi. Belə ki o haqda öz əri mənasız مناسز dalı oldu. حالا اینجا چون ببینید ما حدود 200 صفحه پریدیم، در نتیجه الان با یک بریدگی از کتاب داریم. یعنی من از کتاب بریده شدم، داستان، حکایت، قلم. حالا بعضی کلمه ها اینجا دوباره برای مثلا این مناسز نمیدونم به معنی معناسز هستش یا مناسز ادلی oldu. Öz əri minasız edəli oldu. Ya dahi ərə gitmədi. İncir var. Da minasız edəli oldu. Dahi ərə gitmədi və haramları yaxşı gönül و بزه نور ایدی بزنور ایدی و حالا اینجا یه کلمه هسته که من حرام میخونم ولی حرام نمیتونه باشه. و بیراملار بایرام و بیراملاری یخشی جینور و بزنور ایدی و سالانه ادب و erkan ilə yerur idi və 105 il öz əri və onda oturdu. 100 il öz əri və onda oturdu və qaravışını azad eylədi. Və qaravışını azad eylədi. Ondan sonra öldü. اینجا یه کلمه، یه جمله نوشته که سولیه حالا چی؟ سولیه در این خط زده خودش که آقا اینجا رو دیگه نخونید، خود یارو خط زده. ما میتونیم بخونیم اما بریم صفحه بعد ببینیم که چی میگه. و تاره رحمتینه جدی اونجا دیگه öldü. حالا این یک جمله هایی نوشته بود که خط زد، گفته حالا qaravuşlarını azad eləyəndən sonra öldü və Allahın və Tanrı hem növişdi. Tanrı rəhmətinə Tanrı hem növişdi. Növişdi Tanrı rəhmətinə getdi və öz şirin canini Allah əlinə tapışırdı və qəssalə onu yuyub و تکفین و تجهیز ایلیوب öz اری yanında. دوباره اینجا یک کلمه نوشتید دولایلا، حالا اینجا اونو خط زده دوباره و تمام öz اری yanında. این از اینجا به بعد باید اینجا رو بخونیم که ببینیم چی میشه.
betulide gumlailar ve tamam gömdüler. اونجا چی گفت؟ حالا بذارید ببینیم. اری yanında Betuliyede gömdüler ve tamam gomlar yetti gün ve yetti gece قرار گیدی و یاس tuttular. خب تا اینجا پس رفت اونجا. اینو متوجه شدیم که tuttular yanında tuttular değil دیگه. حالا اونجا و تمام öz ömründe ve çok il özalmenden sonra ve tamam öz ömründe ve çok il özalmenden sonra hiç in özalmenden yani çi çok il özalmenden sonra hiç düşman İsraili yıkıtmadı ve İbri taifesi bu utmak küsü bir büyük bayram günü ihtimalen başı. Taifesi bu utmak günü bir büyük bayram yerine tutarlar ve bu bayramı o günden ta bu güne dinç bayram eylarlar. Dinç bayram eylarlar. Vallahu alemu bissebab. دوباره هیچ چیزی در مورد خودش ننوشت. کتاب بسیار زیبایی است. با همونطور که عرض کردم 2 تا ایراد داشت به نظر من قابل اغماس هست و میشه ازش صرف نظر کرد از این ایرادها به خاطر سلیسی متن. خیلی عالی هست. خیلی من لذت بردم از این کتاب. امیدوارم که یه روزی بشه بتونم داستانشو بخونم. ما داستان رو نخوندیم. قسمت آخر داستان رو خوندیم که این خانوم شوهرش هم مرده، بیوه شده، با هیچ کسی ازدواج نکرده، 100 سال بیش از 100 سال عمر کرده، غلامانش رو آزاد کرده و بعد آخرش مرده. حالا روز مرگ این خانم، حالا هر چیزی بوده، به عنوان عید یهودی ها تا الان نگه داشته شده. این داستان همونطور که عرض کردم این کتاب 240 و چند صفحه هست، 242 صفحه هست و در 2 زبان نوشته شده. هر صفحه کتاب 1 صفحه به ترکی، 1 صفحه به فارسی. خطها متفاوته، قلمها متفاوته، ولی متنها یک متنه. من خیلی لذت بردم. امیدوارم که دوستان تلاش بکنن از خواندن کتاب‌های خطی قدیمی دست‌نوشته تاریخی و به خصوص تخصصی علمی، حالا در هر زمینه تخصصی هستش، بتونن لذت ببرن. روز و شب و هر وقتتون بخیر باد. به امید